سلام، خوش اومدیم به این ویدیو. من اسکارم و خوش اومدین به چنل خودتون کینگ آف هل. تو این ویدیو اگر بشه و دیگه گشادیم چیز نکنه این خونه رو تکمیل میکنم و ساخت تکمیل فارم مزرعه، درست کردن فارم گوشت و اگر بشه برم گار ببینم چی میشه. پس قبل از شروع ویدیو لایک کن اگه خوشت اومد، چنلمو دنبال کن، یه کامنتم بذار که ببین مثلا چی میخوای درست کنی، چه سوالی میخوای بپرسی، چون این ویدیو آموزشیه، یه سری آموزشیه، همه چی هم یاد میدم. بعد از اینکه دراگونو کشتیم اینجا خط نمیشه، چون ماینکرافت خیلی چیزای عجیب غریبی داره، خیلی چیزای عجیب غریبی داره. چیزهای جدیدم اومده که اونا رو میخوایم بعد از اینکه این مودو تموم کردیم، یعنی دراگونو کشتیم، آموزش بدم. پس بریم سراغ ویدیو. لیزی بو. خب یه لحظه من فقط قبلش خب رفقا، خب میخواستم چیز کنم، طبقه دوم رو بزنم ولی دیدم نه دیگه حوصله‌ام نمیکشه دو طبقه کنم، پس همون بریم یه سقف براش بزنم و نشد کلاچ کنم. برم ببینم گلاس دارم تو خونه. گلاس نداشته باشم چیز میشه، مجبور میشم دوباره برم سند بکنم. آره یاد برم سند بکنم اون موقع. برم ببینم مگه اینکه بیام چیز کنم، گلاس نزنم. چیز کنم، از اینا بزنم، از این نصف بلاکا که چیز بشه، چی میگن، یه لحظه من اینجا یک کرافتین تیبل بسازم که دیگه نرم تو خونه چیز کنم. آره یک کرافتین تیبل بسازم. البته دارم از این اصلا. خب اوکی، این از این. بریم سراغ چیز، یه دونه نه من خر میگم چرا کم داره، کم نمیشه. خب یه فعلا بزنم که اینجا اسپان نشه. خب کرافتین تیبل اینجا دور درم با این بلاکامو بسازم یا نه، ببینم چیز کو، اون یکی بلاکام کو، برمیداریم بقیهش که هیچی. در رو چجوری میسازیم؟ اینجوری 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 اینجوری، 1 2 3 1 2 6 تا عمود.
میشه در که البته 2 تا شد. نمیدونم چرا. برم اول من بخوابم و بدمم بکنم بیارم اونجا دیگه. آخرین روزیه که میخوابی. بده من خدا. بعد بریم دنبال حیوان بگردیم. بعد دنبال حیوان و این چیزا. حیوان فقط یه جای دور بکارم. ببینم پله‌ای هنوز دارم. آره دارم. ببین در رو بخوام اینجا بذارم. نه اینجوری بهتر میشه ها. اینجوری بهتر میشه. خب پس یه دونه ببینم اونا رو چجوری گذاشتم. آره اینو اینجوری میذاریم یا وایسا میخوای چیز کنیم. نه زشت میشه. زشت میشه. فهمیدم چیکار کنم. ترپ دور. خب دیگه ایناهاش. بده دیگه. او کم دارم. ببینم این خوشگل تره. آره حد کن بیرون دیگه. خب این خوشگل تره. آره خب 4 اینم 6. خب یه لحظه من یک چیز بسازم. چست بسازم. این خودم رو خالی کنم. خب اینا رو میخوام. اینو نمیخوام. بعدا میندازمش کن. اینم بره اونجا. خب ببینم چطور شد. اصلا ببینیم چی شد. چطور شد. بابا واو. نکنه بعد از این ور باشه. ببینم. آره بعد از این ور باشه. اینوش خودم هم نمیدونستم. خب خوب شد. خوب شد. آزمون خطاه دیگه. نه خدایی بد نشد. خدایی بد نشد. برای خونه اول خوبه. خیلی نه دیگه خوبه دیگه آقا. خوبه اوکی. خب من تخت رو کندم. آره یه لحظه من تخت رو بردارم اینجا. یه ریسپانس چیز بزنم. بعد بریم اون وسایل رو خالی کنیم بیاریم.
داشتم. خب این چیزای چرت و پرت به در نخور رو بر نمیداریم، میمونه اینجا. گزه ها برو بر میداریم، درخت ها میمونه، تو چیزی نیست. این که رفتیم تیبل هم بمونه، من اینو بکنم بریم. البته وایسا، چون طرف نشه که تختشو کندیم، چون نمیدونم تخت دارم. بیا سلطان بیا، این هم تخت تو، برو بگی بخواب روش. خب بریم اینا رو خالی کنیم و بعد ببینیم چی میشه. یه لحظه قبلش من این ذره انگلیسیم خرابه، شما معذرت، من از شما معذرت میخوام. خب ببین این چطوری درست میشه. او چند تا میخواد؟ 3 تا میخواد. خب این الان میگم چیه، اگه اونایی که نمیدونن الان میگم چیه که من دارم شروع میکنم به پزیدنش. ببینید این میذاریم اینجا. اول اینو که بذاریم، این که همون کابل استون معمولی رو بکنیم. کنم بدونی که ما بذار ببینم، حالا اینو بذارم بپزه. ما اگر اینو بپزیم تبدیل میشه به استون. خب بعد یه بار دیگه استون رو بپزیم تبدیل میشه به این استون چی؟ اسموت استون، تبدیل میشه به اسموت استون. بعد الان اینو دقیق بهتون توضیح میدم، چون این میگم این به چه دردی میخوره برای اونایی که نمیدونن چیه. اسمش هم بلست فرنیس. 3 تا یه 4-5 تا پاشه. آره لحظه من ببینم نگاه کنم. 40 تا اصلا چوب دارم، انقدر کندم که نگو. نه اینا بهتره. خب ببینم 5 تا بسته. آره بعد استون رو که پختیم یه بار دیگه بذاریم. ببینم پول ندارم، پول دارم دیگه، به پول بپز دیگه، بهترم از فکر کنم. میشه چی میشه؟ اسموت استون. این اسموت استون الان میگم به چه دردی میخوره. البته ببین ما 3 تا میخوایم، 2 تا درست کردن یعنی 6 تا میخوایم دیگه. اینا بپزه 3 4 5 دیگه. آره 4 5 میشه. اوکی 5. یه دونه دیگه هم بذارم از این چیزا بپزه، کابل استونا. این 5 تا. یه دونه دیگه بپز. خب یه دونه دیگه بپز. بهت بگم میخوام چیکار کنم. شب نشده که؟ نه هنوز. خب اوکی. خب 6 تا. نه دیگه البته وایسا، اینو یه بار دیگه باید بپزیم، من خودم یادم رفته. و این استون خالی رو بذاریم تبدیل میشه به اینا. اینم الان بپز بینیم بجا. خب 6 تا. خب ببینم آهن 16 تا دارم. شما وایسا اول من یه استون چیزم فرنیس دیگه هم درست کنم. خب ببین یه فرنیس رو میذاری اینجا، یه دونه اینجا. البته وایسا، نه با کلنگ باید بکنم. اینا الان میگم به چه دردی میخوره. 2 تا استون، 3 تا 2 تا می و بقیه‌اش هم که میشه آیرون، یعنی 1 2. اسموت استون. این اسموت استون به چه دردی میخوره؟ یه لحظه من یکی رفتیم یه چیز دیگه هم درست کنم. البته نه وایسا، با اینا چیز درست کردم. خب
این اسموت استونام البته بذار بیارم این بغل، اونجا باز بعدا یه چیزی میذارم. اینا به چه دردی میخوره؟ فرنیس خالی خیلی نسبتا طول میکشه که وسایل رو بپزی. خب پس میای چیکار میکنی؟ این اسموت استون رو میپزی که اورا، مثلا یه اورا پیدا کنم، نمیدونم کنم درخت چیزم بپزه. ببین مثلا میگم اگر نه نمیپزه، مثلا آیرون نپخته شده رو برداری، نگو که داری میای اینو اومدی کار اینو گیره. واه آجی جالبه. خب اینو داشتم میگفتم، مثلا میری معدن ما میکنی آیرون نپخته شده، آیرون خام یا مثلا طلای هر جرجی اور به جز دایمند میتونی بیان اینجا بپزی و سریعتر بپزه. و یه فرنیس دیگه هم بود اگر اشتباه نکنم، بذار ببینم میتونم پیداش کنم، اسمش رو یادم نمیمونه، خیلی سخته برای من پیداش کردنش. بذار با ایناهاش. اسموکر چجوریه؟ اینجوریه. این چیه؟ اینم الان بهتون میگم چیه. خب اسموکر دو تا دیگم چیز میکنیم، فرنیس درست میکنیم. 1 2 3 4 1 2 3 4. خب اسموکر به چه دردی میخوره؟ مثلا این این. خب بریم الان مثلا میتونم اسموکر چون راحت تر آموزشش، مثلا یه حیوانی یه چیزی پیدا کنم که گوش داشته باشه. مثلا شما که این گوسفند رو میکشی گوشتش خامه، اوکی. بعد این گوشت خامو من چیز سیاه خوشم نمیاد، گوله سیاه خوشم نمیاد، که بریم سراغ فارم بعد. اسموکر چیکار میکنه؟ یه لحظه اول من این کولال از اینجا بعد ببین تو حالت معمولی وقتی که تو یه فرنیس میسازی، خب یه دونه گوشتو که میذاری بپزه، ببین چقدر طول میکشه. خب حالا اسموکر رو میذارم چقدر طول میکشه. میخوام بهتر بودنشو بگم. بیا این اینجوری چیز درست میکنه. وقتی که تو با اسموکر درست میکنی، ببین با این سرعت درست میکنه و این خیلی بهتره دیگه. بهتر نیست؟ بهتره. داداش چطوری؟ اسموکر رو گذاشتم اومدی؟ آره ببینم تو چی میدی. گوشت خوک بدم، چیز بدم بهت، بمیدم 4 تا خیلی عزیز. خب بریم بیرون. اینا هم اشکال نداره تا وول بخورن دیگه. بریم چیکار کنیم؟ بریم فارم حیوان درست کنیم. قبلش من یه حصار اینجا بکشم، یه دونه 2 نوع فارم گوشت داریم. الان میگم چه شکلیه. خب ببینم با اون یکی چوبه تو. اوکی وایسا. 1 2 3 4. خب این از این 20. خب بعد چجوری بدین؟ خب
خب 10 تا این. یه لحظه 29 تا بازم چوب دارم. آره دارم بابا 64 تا دارم. خب داشتم میگفتم چیزام خوب استیکام خوب. خب این از این، این از این، این از این. 10 12 15 18 21. اوکیه. برای ساختن دری که میخواد چیز کنی برعکس میزونه از این درا. مثلا برای اینکه بسازی فنس رو بخوای بسازی استیکو این وسط میذاشتی، چوب این بغلا. برای در برعکس انجام میدی، چوب این وسط استیکی میذاری. یه دونه رو بر میداریم و میریم سراغ کجا بسازیم. حالا اومر بسازیم که از بربر کردنشون مغزمون سوت نکشه. بخورم. آها الان بهتر شد. ببین میخوای اون بالا درست کنم که نزدیکم باشه دیگه. آره اوکی. آها اوکیه. نکنی اونو. نه اوکی. خب وایسا ببینم چیز ندارم. ببینم خاک داشته باشم. نه البته اینجا اوکیه. آره برم بیل بردارم. بیل و 5 تا خاک. البته خاک رو داریم پایین. اوکی. دارم بذارم بیلم نصفه نیمه. نه خاکاکو. آها خب یه دونه اینجا. خب و تا اوکی. بذار این یه ردیفم بکنم. فکرم خراب شد. الان باید خراب بشی تو. خب این یه ردیفم با دستم بکنم بریم. حال ندارم برم درست کنم. خب 6 تا دیگه. خب اوکی. خب حالا میایم چیکار میکنیم؟ میایم فنس میکشیم. یه ذره فاصله میدیم که چون میدونی چیه؟ مثلا گوسفنده از اینجاها نمیتونه بیاد. نه از اینجا میتونه بیاد. نمیدونم. بذار از همون ور بکشیم دیگه. یه ذره نسبتا بزرگ باشه که همه چی جا بشه. ببینم. آره نسبتا بزرگ. هویج بردارم. گفتم خیلی لازم دارم بگیرم بخوابم باز برم فنس درست کنم. نمیشه خواب. ببینم چقدر چوب دارم. 64 فرستان. خب ببین. خب ای هو 4 8
8. خب 12 تا میشه. او نه وایسا. 4 8 9 10 12 تا 24 تا 10 تا دیگه هم بسازم. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 33 تا. بگیر بخواب اول بریم ادامه ساخت و ساز. قرار گوسفند بیاریم. گلاس چرا نیست نیمه گلاسا دیده من بینم. آها اوکی. بعد اینو بسازیم و دیگه بریم دنبال فار. خب یه بیلم درست کنم، یه ذره خاکم بکنم و زیر رو ترمیم کنم. آها دارم اصلا توی دستم یک بیل آیرونی. بعدش من دستید درد نکنه اوکی بس ببینم این دره کو. خب حالا بریم گندم بکنیم، بریم سراغ گوسفند گاو. خب این تو این دستم ببینم مزه‌شو مویزی چیزی ندارم. باید برم دنبال گوشه بسه ببینم. مرغ نیست نه. بیا بیا دیگه. بیا تو دیگه چرا میای؟ گوسفند ویلیجه. ببینیش بیرم بایسا. غذا بخوری. تولید من گوسفنده بچه اینا کو؟ بچه گوسفنده کو؟ برم ببینم چیزم رشد کرده یا نه. خب پس باید برم هومو کجاست؟ هوم اینا داداش تو که گوشت چیز میپختی، تو که گوشت فلان، تو چی؟ تو که لوازمو فلان بیسار. سه دو یک خب ببینم 19. خب یه ذره اینجا
اینجاها رو فاصله بدیم. خدا کنه برسه من دیگه نرم بسازم. خدا کنه برسه من دیگه نرم بسازم. دو رنگ هم شد مهم نیست. خب چیز کو مشعل هایم کو. یه دونه مشعل دارم میداریم اینجا. خب اوکی چیزم دره کو. در اینجا. وایسا یه اشتباهی شد که بد شد که اگه من اینو اینجا بذارم مجبورم بیام از اینجاها. آره خب اینو اینجا بذارم. الان بهتر شد. آره الان بهتر شد. خب ببینم چند تا گندم. 24 تا گندم. شد دیگه. خب دیگه تمام شد. مرداری بریم ببینیم اینجا مرغ داریم. بیه 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 بیه. همین مرغ همین. بیا بیا تو بیا تو. بیا 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 بیا. خب بعد این دونه رو برمی‌داریم. قبلش وایستا یه ذره گوسفند زیاده ولی چیز نیست. نه پله دارم. آره پله که دل استفایی هست. پله ببین چون هم یه ذره مشکل باشه رو پله ای میزنیم. تخم بذار ببینم. خدایا با امید خودت جان بیتا بیدم برو گو بخورم در کو ببن. بریم دوباره دنبال مرغ. بریم مرغ بعد بریم ببینیم چیز پیدا میکنم. هویج گشنم هم هست شدید. خب ببینم هویج هم پیدا میکنم. برو 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 بگی بخواب ببین اگه میتونی بخواب. من یه دونم هویج پیدا کنم بس فقط بکشم بیام. آخه خوک هست احتمالا باید هویجم باشه. بگردم توی خونه رو. درخته هم که خونه خودم بود. خونه قبلی دوله فلان. ایهو ببینم این برم مرغم پیدا میشه. برم این داخل.
اونم برم ببینم. نه متقل کوپم مرغ. آقا جهنم، آره خوک نیست، مرغ کوپ است. حاجی من مرغ میخوام. ایناش. برو 2 تا دیدم. یا بگی دستت بیام ببینن، شاید اومدن. حاجی گاره. اوه آخه اومد چه غلطی میکنی شما؟ الو بی دونه دوست من دونه بیا دنبالم از اینجا دوست بیا ببین اینو بابا بیا یکی مرغ کو بوس بچه دار بریم گمشون اومد من این بچه دار بدم. کدم اومد بیرون. خب بگیریم بخوابیم. برو گم شو اومد نمیگیره بخوابه. خب بریم این ورار یه ذره بچرخیم حالا ببینیم چی هست چیه. خب حالا که گوسفند میخواست چیز مرغ میخواستیم، یعنی چی ببخش مرغ نمیخواستیم، الان همش میرم هرچی گندم دارن رو بکنم. هرچی گندم مندم هست رو بکنم. نه هندونه دوست دارم. 4 تا چند 1 2 3 سک و 58 تا. خب بریم سراغ غذا دادن به گاو و گوسفندان تا سریع رشد کنن. تو باید رشد کنی. بخور یا بزرگ نمیشی تو. یه سگ کامل رود خالی کردن. یا خدا ببین بیا دونم کو دونم دارم. برگم شما خب دیگه واقعا شب شد دیگه بگی بخواب. آره خب رفقا اینم از این قسمت که خونه رو نسبتاً که نه کامل تکمیل کردیم، مزرعه ساختیم و فارم گوسفند و حیوان و میوان و چیزا. پارت بعدی دیگه واقعا میریم فارم. قبل از اینکه نه با پارت بعدی دیگه واقعا میریم فارم. پس لطفا اگر از ویدیو خوشت اومد چنلمو دنبال کن،
ویدیو رو لایک کن، هر سوال داشتی تو کامنت ها بنویس. و اینکه اگر میشه تو توضیحاتم نوشتم چنل اینستاگرام و کانال تلگرام کینگ بنده هست، تو اونم جوین شو. خوش میگذرونیم، میگیم میخندیم، ویدیوهای چرت و پرت تعجب‌آور بینا زیاد میذارم. اونم جوین شو دیگه، دست در نکنه. پس تا ویدیوی دیگه، فعلا خداحافظ.